سیته بود. کتاب‌های صحیح ششگانه‌ای که در عالم اسلام معروف هستند. چی در مورد جمع آورندگان این کتاب صحیح سیته، تاریخ زندگی ایشان، بخاری کی بود، کی تولد شد، کی از دنیا گذشت، چی خدمت ها کرد، امام مسلم، ابن ماجه، ابو داود، ترمذی، صحبت مفصل حضرت استاد با شما نمودن. خیلی چیزها را انشاءالله شما هم فهمیدید. حدیث صحیح چی حدیث گفته می شود، صحیح لغیره چیست، حسنش چیست، ضعیفش چیست، عزیز چی را گفته می شود، غریب چیزی را گفته می شود. ما و شما دانستیم که این شخصیت های بزرگ چی خدمت ارزنده از برای اسلام و از برای امت. پروردگار روحاشون شاد گرداند، چرا که اینها علم از خود باقی گذاشتن که این تا عصر 21 شد که بندگان خدا از آن فیض میبرند. خوب، اکنون صحبت سوال جوابی که ما با شما میکنیم مختصر است، بسیار کوتاه. اگر احتیاجی دلیل میاریم، اما صحبت خود را طولانی نمیکنیم تا اینکه به سوالات بیشتر پاسخ گفته توانیم. پروردگار علم ما را زاید گرداند، زبان ما را از لغزش نگه دارد. خداوند مهربان دل شما را هم گشاده گرداند و تمام مسلمانان جمهوری را، چی او کسانی که مسلمان جغرافی هستند و چی او کسانی که مسلمان حقیقی هستند، تمام ما را هدایت نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دامولای محترم. همین خوابی که ما میبینیم راست است؟ التماس جواب گویید. این برادر اسلامی گفته است که خوابهایی که دیده میشود در خواب یگان اصل دارند. البته دارند برادر عزیز. خواب چنانه که معبرات تقسیم بندی کردن به 3 نوع تقسیم میشود: خوابهای رحمانی، خوابهای شیطانی و خوابهای پریشانی، که اینا در اصطلاح قرآن اضغاث و احلام گفته می شود. خوابهای پریشان. خوب، خوابهای پریشانی وقتی که انسان بیمار باشد یا اینکه مثلا عصبش ناخوب باشد، بسیار عصبی باشد، وقتی که خواب میکند، همون خوابهای پریشان که اکثریت بی‌معنی هستند در همون خاطرش گذشتن میگیرد. این یگان اصل ندارد. خب این از آن دانسته می شود که معنی ندارن اکثریت این خوابها و یک بار انسان همون خواب می بیند. بنابراین قصه حضرت یوسف شنیدگی هستید که وقتی که پادشاه مصر خواب می بیند، معبرا را دعوت می کند که خوابی ما را تعبیر کنید. اونها وقتی که از خوابی پادشاه مصر از تعبیرش عاجز می شوند، میگن که این خوابهای پریشانی است. اما وقتی که پادشاه مصر این خواب به تکراری دیده بود، اونقدر خوابی مثلا به معنی چی نبود، دانست که اینا عاجز آمدن، بنابراین از پیش خودشون دروغ میگویند. خوب، خوابهای شیطانی. خوابهای شیطانی خوابهایی که بر دروغ میبراید، احتلامی که بنده های خدا مثلا میشوند، اینا را خوابهای شیطانی گفته میشود. خوابهای رحمانی، خوابهایی که بعضا چیزها را خداوند به واسطه خواب بعضی چیزهای غیبی را برای ما نشان میدهد. اکثریت کل مردم در خواب مثلا دیدگی هستند چیزی را که بعداً واقع میشود. خوابهایی هستند که فرداهایی هستند که پس از چند سال واقع میشوند. اینا البته که اصل دارند، خصوصا در نزدیکی آخر زمان. در حدیث صحیح آمده است، امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که گفتند: قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب. گفتند که در نزدیکی آخر زمان خواب مسلمان کم دروغ میبراید، بیشترش راست میبراید، بیشترش واقع میشود. و رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة
و ما کان من النبوة فانه لا یکذب، رواه البخاری. خواب مسلمان پیغمبر خدا گفتند جزء از 46 جزء نبوت است. مثلا وحی که به پیغمبرای خدا نازل میشد، پیشگویی هایی که قرآن بر حضرت جبرائیل آمده به پیغمبر میگفت، بعضی چیزهایی که بعدا واقع میشود. با مثال خواب هم به پیغمبران وحی نازل میشد، چنانه که از قصه حضرت ابراهیم میدانیم که خداوند در خوابش به او امر کرد که فرزند خود قربانی کن. خواب پیغمبران حکم وحی دارد. بنابراین حضرت ابراهیم به امر خدا نزدیک بود که فرزند خودش قربانی میکرد. خب بنابراین یکی از همون 46 جزء نبوت از بین رفت. آخرین پیغمبران محمد صلی الله علیه و سلم قرآن جاوید، شریعت جاوید خودش باقی گذاشت برای ما و شما و خود رحلت کرد. اما چیزی که ما بعضا غیب خداوند برای ما نشان میدهد همین خواب است. بعضی خوابایی میبینیم که واقع میشود، اینها خوابهای رحمانی هستند. بیشتر این خوابها بعضی از معبران میگن که در نزدیکی سحر میشود. بنابراین اگر مثلا یگان خواب دیدیم که برای ما بسیار خاطر ما مشوش شود، یگان خواب گنده که دیدیم، توصیه‌ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما دادن، به خداوند پناه طلب میکنیم، از این خواب به یگان کس نقل نمیکنیم. اما اگر خواب خوب باشد، از خداوند همون خواب طلب میکنیم که خداوند همین خواب دیده ما را واقع بگردان و بعدا به دیگرها هم نقل میکنیم، ان شاء الله واقع میشود. خوب میگویند که دفش بسیار گوید زن طلاق میشود و اگر زن بگوید که جوابم رو ده، این زنها در قیامت چی جواب میگویند؟ خب این برادر قوس قطعی سوالش جدا کرده است. گمان میکنم که دو سوال داده است که دفش بسیار گوی آیا زن طلاق میشود یا نه. دفش گفتن اگر حالت غضب باشد، در حالت غضب مرد زن گفت که دفش شو، اگر به نیت طلاق همین دفش را گفتگی باشد، به نیتی که همین زن ما طلاق کنم دفش گفت، یک طلاق با این واقع می شود. اما اگر در حالت اختیاری باشد، مثلا حالت جنگ و جدال با همسرش نداشته باشد، خب به نیت طلاق میگه، خب مثلا همین خیل میگه، هیچ چیزی واقع نمی شود. اما گمان میبرم که مردم ما همین نمیدونن، دفش را عادتا از برای پیش کردن زن میگن. بنابراین در حالت غضب هم یعنی که به نیت طلاق گفته شود واقع نمی شود. اما اگر زن طلاق پرسید، مثلا مرد زن به هم دیگر جنجال کردند و بعد زن گفت که مرا سرت، مرا طلاق کن، بعد این مرد در جوابش گفت که دفشه، یا که من بیزارم است، یا برای خانه برا، یا سر دادم، به نیت هم طلاق واقع می شود. بنابراین این مسئله را بسیار احتیاط کردن در کار. اگر زن طلاق پرسید و مرد در جوابش دفشه گفت، به نیت هم یک طلاق باین می شود. خب این زنها در قیامت چی جواب میگویند؟ یعنی که زنهایی که طلاق میپرسند آیا در پیشگاه خدا عاصی میشوند، گناهگار میشوند؟ خب این وابسته به همون زندگی هست که مرد و زن دارن، وابسته به مسئولیتشون هست. بعضی مردای هستند که پیان به خانه خودش میه و زنی خودش مثلا مشت لگت کوب میکنه، به سبب همون زنی بیچاره بیزار شده همون مرد. اگر در این صورت مثلا طلاق پرسید، این امید است که مثلا گناه نیست برای او، مادامی که شوهرش اصلاح شونده نباشد، مادامی که شوهرش حقوق زن رعایت نکند، زن حق دارد که طلاق خودش پرسد.
اما اگر کار برعکس باشد، مرد یگان گناهی نداشته باشد، همین همسرش بدزبان باشد. بعضی همین زنها هم هستند، زنی بد در سرای مرد نکو هم در این جهان است دوزخی او. حضرت سعدی گفتند در این صورت اگر زن به سبب با سبب از مرد پرسید که مرا طلاق که مرا سرت من دیگه قطعیت زندگی نمیکنم، البته که در پیشگاه خدا گناهگار می شود. چرا که عائله یک دولتکی خورده هست، یک چیزی بسیار مقدس هست. عائله را چی آیه های قرآنی، چی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر تبلیغ کردن، چقدر تشویق کردن. پیغمبر خدا گفت که النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح این سنتی من است، هر کس که از این سنتی من رو میتابد از امتی من نیست. یگان دین چنانه که دین اسلام به عائله پیروای خودش دعوت کرده است، دعوت نکرده است. نه مسیحیت. میدونیم که در مسیحی ها مجرد بودن مقدس است، مناخینیهاش عائله دار نمیشوند. چی مثلا بود پرستی، یگان تی اینها به مانند دین اسلام دعوتی به سوی عائله نکردند. در حدیث آمده است که شیطان علیه لعنه تخت خودش در بالای حوض میگذارد، به یک تکبر میشیند و یک به یک فرزنداش آمده و خدمت ها و کارنمایی های کردن به پدرشان نقل میکنند تا اینکه به اون نزدیکتر شوند. شیطان فرزنداش از نسل آدم زیادتر است، چرا که او پیش از آدم زندگی میکرد. او هم نفس دارد، فرزند دارد، نبیره و عویره دارد. خوب فرزنداش می اومدیان که فلان کار کردم، چی کار کردی؟ فلان آدم مثلا کاری کردم که نماز شد درست نخوند، یا فلان آدم مجبور کردم که دروغگویی کرد. از این قبیل همون چیزای خودشون نقل میکردیان. اما شیطان یگان توجهی به اونها نمیکرده است. بعد یک فرزندش میگه که پدر، من فلان مرد با همسرش چنان در میانشون فتنه انداختم، چنان اونها را به همدیگر شوم کردم که عاقبت از همدیگر جدا شدن. شیطان از جاش خسته، از پیشانیش بوسه کرده و او را در پهلوش میشینانده است که کاری بزرگی کردی. برای چی شیطان او را اینقدر کار میشمورد و به خود نزدیک میکند؟ چرا که در صورت ویران شدن عائله، اولش این که او زن و مرد از همدیگر جدا میشدن تا عائله دار شدن، اون نفس چی آرام میکند؟ شاید که به حرام روند، یا اینکه فرزندایی که در او خاندان هست اونا به تربیه میمونند، در کوچه مثلا بزرگ میشوند، دیگر از اون فرزندا چی امیدی هست؟ بنابراین زنی که بی عذر طلب طلاق از شوهر خودش میکند، در پیشگاه خدا گناهی بزرگی میکند، باید که استغفار کند. در کتاب دعاها گفته شده است که هر شخصی که دعای مناجات نامه را در شب جمعه با طهارت 7 بار خواند و خواب رود، در خواب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را می بیند. آیا این حقیقت دارد؟ التماس جواب گویید. همین صحبتایی که حضرت استاد کردن در مسئله حدیثهای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 8 هفته صحبت کردن، همینا همش یک چیزی را ما درک کرده باشیم از این صحبت ها که چیزهای غیبی را فقط خدا میداند و پیغمبرش میداند. چرا که پیغمبر خداوند گفته است از پیش خودش چیزی نمیگه، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. حدیث هم به نوع خود یک نوع وحی است، یک نوع آیات قرآنی است، فقط که معنی از جهت معنوی نه از جهت لفظی. خوب، حدیث ها را جدا کردن. حدیث صحیح چیست؟ زحمت هایی که بخاری و مسلم کشیدن. فلان آدم که حدیث روایت کرد آیا دروغگو نبود؟ آیا به فلان شیخش
که از او روایت میکنند وا خورده است، فراموش خاطر نیست، یگان کس در حقش یگان تهمت نبسته است. همین احتیاط برای این بود که ما همون حدیثای درست پیغمبر خدا در دست بیابیم، بدونیم که همین حق است، همین درست است. اما این کتابای مناجات نامه، نورنامه، اکثریت این کتابا در زمان چاپ میشد که مثلا حال مردم ما از اتئیسم شوروی خودشون خلاص نکرده بودن. بنابراین بسیارش یگان اصل اساس ندارن. از جمله همین که 7 بار چیز بخونی، 7 بار روز جمعه کتابی دعای مناجات نامه را بخونی، یگان اصل ندارد. چرا که این سخن پیغمبر نگفته است. هیچ کس از پیغمبر خدا این را روایت نکرد. بنابراین بعض دعایی که مثلا شما میخونید همین از 100 بار بخونی بای میشوی. بعد بعضی آدمایی هستن که نه نماز دارن نه روزه دارن، لیکن همون تکراری به تکرار خوندن میگیرن که بای بشیم. یا اینکه بعضی سخنهایی که در قصص الانبیایی که همون زمان چاپ شده بود که زمین در بالای شاخ گاو است و پای گاو در بالای ماهی، ماهی در آب، آب در باد، گویا که همین پیغمبر خدا گفته باشد، اینم یگان کتاب معتبر روایت نکرده است. اینا یگان اصل اساس ندارن. بنابراین ما وقتی که چیزی را میگیم، جوابی به سوال شما میگیم، مثلا میگیم که رواه البخاری، بخاری روایت کرد. مادامی که بخاری روایت کرده باشد حدیثی صحیح است. اما از غیر بخاری روایت کردیم، رواه ابن ماجه یا ترمذی، البته که میگیم که حدیثی صحیح یا حدیثی حسن، ایشا برای شما بیان میکنیم تا اینکه بدونه که همین سخن از جانب خدا هست. داملا همین مسئولیت دارد. متاسفانه امروز چنانه که حضرت استاد اشارت کردن، بعضی کسا کتابای مستشرقا را میخونن، کتابای همون مستشرقای خارجی که ضد دین اسلام اکثریت همون استشراق خواندند و مبارزه میبرند. بعد دین اسلام به ما تعلیم میدهند، ما را طعنه میزنند که اینا سواد ندارند. داملای ما و تو اسلام نخوندی، تو تفسیر قرآن نخوندی، به یک ترجمه ای که از قرآن میخونی به تفسیر به حدیث، تو از کجا اسلام تو فهمیدی؟ بعد دامله ها را طعن میزنن که دامله ها خیل میکنن و دامله ها مردم از قیامت میترسونن و از خدا ترسیدن در کار نیست و چخیل زندگی میکنی خدا مهربانه. بعد خودشون با اینا دانا میگیرن. در جهل مرکب همین خیل آدم ها غوطیدگی هستن. آن کس که نداند و نداند که نداند، اینا نمیدونن که نمیدونیم. اینا این طرف خوندند و از این طرف آگاهی ندارن، لیکن گمان میکنن که همه را میدونیم. آن کس که نداند و نداند که نداند، تو مرده بخوانش که کسش زنده نخواند. اینا مرده هستند، اینا اصلاح شونده دیگر نیستند. در حالت جنابت بودن با شخص سخنگویی گناهگار میشوی؟ نه، گناهگار نمیشوی. فقط که وقتی یک نماز در جنابت انسان باید که نگذراند، به عذر از خانه خارج نشود. کی میداند که مثلا یگان حالت میشود وقتی نماز در میابد دیگر آبازی کرده نمیتونه. لیکن سخن گفتن اجازه هست. چنانه که حضرت ابو هریره میگه احتلام شدم، پیغمبر خدا به نزدم آمد، با او سخن کردم، اما بهانه گفتم که چگونه رفته آبازی کنم. بعد به یک بهانه گرفته آبازی کردم و گشتم آمدم. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید ابو هریره کجا شدی؟ گفتم یا رسول الله واقعا همین است، به نماز بودیم طهارت کردیم. حضرت گفتن، حضرت ابو هریره لفظی نجیس استفاده بر، یعنی که حرام بودم، چنانه که مردم ما میگن. گفت که المؤمن لا ینجس، مسلمان حرام نمیشه و ابو هریره. بنابراین سخن ابو هریره که گناه محسوب نشد، سخن گفتن اجازه هست. وقتی که مؤذن ماشین وز 2107 YT 5036 ماشین را از راه گیرید. التماس میکنیم که کسی که ماشین وز 2107 با رقم 5036 در راه ماشینش گذاشته بوده است، از جاش خسته و ماشینش از سر راه دور کنه.
مؤذن از آن را گفته ایستاده باشد از پیش وی گذری جایز است یا نه؟ البته جایز است. از پیش نمازخوان گذشتن درست نیست، اما از پیش مؤذن گذشتن باکی ندارد. مؤذن مردم به سوی نماز دعوت میکند، او در نماز نیست. در مسجد محله ما کودکان از سن 12 ساله پایان را در صف پیش نمیمانند در حالتی که آن جای خالی است. آیا اینها کاری درست میکنند؟ التماس داملا فهمانید. با احترام بنده الله. اصلا صف کودک‌ها باید که از صف مردها باشد، لیکن اگر گذشته در صف پیش جای خالی باشد، یک کودک و دو کودک در صف پیش جا کنیم باکی ندارد، اجازه هست. بگوید اگر نماز بامداد نخوانده باشی قضایی با سنت میخوانی؟ تا ساعت 12 با سنت خواندن در کار یا نه؟ نماز بامداد با سنتش یک جایه قضا کرده می شود، خواه همراه فرضش قضا شدگی باشد، خواه خودش تنها. مثلا یک کسی اومد نماز فرض در جماعت می خوانند و این مرد سنت بامداد حالا نخوانده است. اگر سنت خواند و امام دریافت کند در نماز فرض، یک جای علاهیده ده از پس ستون باشد یا یگان خانه علاهیده ده سنت سراسیمتر سبکتر میخواند و به فرض اقتدا میکند. اما اگر سنت خواند و فرض دریافت نمیکرده باشد، در این صورت فرض اقتدا میکند و همون سنتی که همراه نخوانده است او را قضا میکند. اما موافق مذهب امام اعظم حدیثی که از امام محمد روایت شده است، این حدیث در ترمذی آمده است، این سنت باید که پس از برآمدن آفتاب قضا کرده شود. من لم یصلی رکعتي الفجر فلیصلیهما بعد ما تطلع الشمس. در حدیث آمده است هر کس که 2 رکعت سنتی بامداد نخوانده است بعد برآمدن آفتاب باید خواند. خب تا ساعت 12 این قولا هم هست. بعضی از مشایخ گفتن که سنتی بامداد با فرضش قضا کنی تا ساعتی مثلا تا پیشین قضا میکنی، تا همون قیام آفتاب قضا کرده می شود. لیکن صاحب شرح الوقایه گفته است احتیاط همین است که تا همون روز قضاش بخواند، هرچند که بعد نماز پیشین باشد. همین به احتیاط نزدیکتر است. بعد پیشین هم سنت قضا کنی هم فرضه. در وقت نماز عصر و شام نماز قضایی خواندن ممکن است یا نه؟ نماز قضایی فقط در 3 حالت ممکن است: وقتی طلوع آفتاب، وقتی قیام، وقتی غروب آفتاب. غیر از این 3 وقت در همه حالت اجازه هست. لیکن از شخصایی که مثلا اهل مسجد هستند التماس همین است که قضاییاتون بین عصر و شام در مسجدها نخوانید، در وقت نماز بامداد هم نخوانید در مسجد. چرا که مردم گمان نبرند که شما نماز نفل میخوانید یا اینکه مثلا سبب یگان فتنه نشود. از این جهت در مسجد احتیاطاً در همون بین عصر و شام و وقت نماز بامداد که نفل خواندن در اون حالتها مکروه است، قضاییاتون در مسجد او وقتا نخونی. السلام علیکم داملای عزیز، به من میگفتید در کدام سوره قرآن آیید اونه که زنان مسلمان به مردهای نامسلمان به شوهر برآمدن جایز نیست؟ خوب، یعنی که در کدام سوره قرآن این برادر گفته است که آمده است که زن مسلمان حق ندارد که با مردی نامسلمان هم خاندار شود؟ در سوره از جمله در چندین جای قرآن آمده است، از جمله در سوره ممتحنه که خداوند در اوجه در مورد زنهای مهاجره آیت نازل کردگی هست. به پیغمبر خودش امر میکند که ها موافقی همون شرطنامه‌ای که مسلمان‌ها بستگی بدن در موضوع صلح حدیبیه حضرت داملا صحبت کرده بودن که کافرها شرط گذاشتگی بدن که مسلمانایی که از ما به پیش شما میروند حتما اونا را برمیگردونی، اما از ما رفتن شما برش نمیگردونی. همین خیلی یک شرطنامه در صلح حدیبیه با پیغمبر خدا مشرکای مکه بستگی بدن. خب در اینجا وقتی که زنهای مهاجره به
مکه مکرمه آمدن، خداوند متعال به پیغمبرش گفت که اینا را نفرست. این شرطنامه در مورد مردها هست، زنها را فرستادن اجازت نیست. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. نه او گفت کافرای مکه برای این زنها حلال هستند، نه این زنها به اونا حلال هستند. حتی که همون زنهایی که شوهر کافر داشتن، خداوند گفت که دیگر به هم دیگر حلال نیستند تا اینکه بار دیگر مثلا شوهراشون مسلمان نشوند. بنابراین هرچند که همون شوهراشون نصرانی هم باشن، یهودی هم باشن، اجازت نیست. یک زمانی بود که مردم ما را به بدینی تیله دادن، بعضی تاجیک دخترها شوهرای مثلا نصرانی کردن در خاطر داشته باشه. خب اینا تا وقتی که هستن با شوهرای خودشون حرام زندگی دارن، اگر که مسلمان باشن. خوب اگر کافر شدگی باشن هم از پس او باش. زنی نصرانی را گرفتن اجازه هست، زنی یهودی را گرفتن اجازت است، اما زنی مسلمان غیر از مسلمان هیچ کس حق ندارد که بگیرد، نه نصرانی و نه یهودی و نه مشرک بت پرست. اینجا در حدیث ها هم آمدگی هست، آیه ها هم آمدگی هست، اینجا در دلیل های عقلی هم علما آوردگی هستند. اگر اینا را با شما بگیم وقتی زیاد می رود. در اسلام دختری تقوا را گرفتن روا است یا دختری امکی را؟ با میگن اگر گیری فرزند ناسالم به دنیا می آید. خب بعدا این برادر طلب دعا کرده است. دختری تقوا و دختری امکی را گرفتن البته اجازت است، اینا محرم نیستن. خاله محرم است، تقوایی محرم است، عمه محرم است، لیکن فرزندای اینا محرم نیستن، اینا را گرفتن اجازه هست. حضرت ابراهیم خلیل الله دختری امکیش گرفت، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دختری عمه‌ش گرفتگی بودن، اجازت است. اما در مورد اینکه آیا زیان دارد، زیان محرم بگیره. اگر دارد محرم، مثلا انسان خواهر و اپای خودش گرفت، همون احتمال هست که کودکاشون ناقص تولد شود. خونها که یک است، احتمال است که همون کودکان ناسالم تولد شوند. چنانه که در دین زردشتی هست، دین زردشتی که تشویق تبلیغش می رود، نکاح محرمه اونا مجاز می دانستند. حتی یک پادشاه ایران دختری خودش ازدواج کردگی گرفتگی بود. اما خداوند دانا، دین اسلام که دین حق است، خداوند همین محرم برای ما حرام کرد. در سوره نساء مفصلا آیه دراز نازل شد و خداوند یک به یک محرم را نامبر کرد که چی کسای ازدواجش درست است و چی کسای اجازت نیست. محرم گرفتی هم نکاح درست نیست، هم فرزندان ناسالم تولد می شوند. اما دختری عمه و دختری عمکی هیچ باکی ندارد. خدا که اجازت داده است، انشاءالله فرزندم خوب تولد می شود، سالم تولد می شود. این چیزایی که میگن نامعقول کردیان. شوهر من در وقت رمضان پنهانی روزه‌اش را می‌خورده است. از دور وی را یک رفیقش دیده است. بعد وی رفیقش به او گفته است که تو روزخور هستی. وی گفته است که من روزخور نیستم. کنی سری دسته که روزخور نیستی. وی سری دست داد که روزه‌ام رو نخوردم. من این کار را بعد 2 سال فهمیدم. من تا حال با شوهرم زندگی دارم. همین زندگی ما درست است یا نه؟ التماس جواب مرا زودتر گپ زنید. خب این خواهر اسلامی را شوهرش روزش خورده است، شاید همین سال باشه. رمضان در گرمی اومده است، بعضیا بهانه میکنن که نمیتونیم زورمون میاد، روزاشون خوردم. و روزه گرفتن برای مشقت است. بنده هم باید که یک زحمت بکشه. ورزشگر زحمت میکشه، بدنش آب و تاب میدهد. بنده هم باید که زحمت بکشد، روحش آب و تاب دهد. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. هر دشواری به خودش آسانی دارد، هر زحمت به خودش برکت دارد، به خودش ثواب دارد. خب اگه روزش خورده است با نامعقولی دیون که با این چیزی
رفیقش هم او را قسم داده است، به زن قسم داده است. به زن به غیر از نام خدا به دیگر چیز قسم دادن اجازت نیست. فقط به نام خدا قسم خوردن در کار، همون هم به ضرورت برای کارهای اخروی باشد. قسم خوردن در کار برای کارهای بیهوده نه، چنانه که بعضی ها عادت کردگی هستن همین قسم در دهانشون دور میزند. خصوصا قسم به طلاق زن خوردن در حدیث آمده است که ملعون من حلف بطلاق امرأته، لعنت به کسی که به طلاق زنش قسم میخورد. حدیث حسن در کتاب سعایه عبدالحی لکنوی آورده است. آخی بنابراین کوشش کنیم که به طلاق زن یا به یگان به قرآن حتی باید که قسم نخوریم. خب اکنون قسم خورد، سری دست داده است. سری دست دادن در عرف ما یعنی که به طلاق زن قسم خوردن می شود. در باب قسم خوری، در باب ایمان اعتبار به عرف کرده می شود. در همون عرف مردم مثلا سری دست دادن طلاق زن باشه، طلاق زن. بنابراین این خواهر اسلامی ما شوهرش گویا که به یک طلاق زنش کرده است، یک طلاق باین. خب اکنون 2 سال زندگی کردن، از سری نو باید که نکاح کنن، با 2 شاهد نکاح کنن، از برای او سالهای گذشته استغفار کنن، توبه کنن. اگر یگان چیز صدقه کنن باز بهتر، از برای این خوابهای نادرستی که با همسر خودش میکرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک برادر از شهر خوجند به بسم الله سر میکنم. بسم الله رحمان و رحیم. نیت کردم طهارتم نباه گردد. همین کلمه رو میدانم همین روا است یا نیست. بعضی کس ها میگویند که این روا نیست. من میخواستم که همین جمعه رو جوابش رو دهید. این سوال 24 ایولی سال 2009 بوده است. اگه برادر خوجندی ما در مسجد هست یا نیست، انشاءالله یک علم زیادتی را شما هم میفهمید. خب این برادر ما از طرز مکتوب نوشتنش و از طرز بسم الله گفتن و نیت کردنش معلوم می شود که نو نماز خون است که گفته است نیت کردم طهارتم نباه گردد. خب البته اجازت است، البته اجازت است، هرچند که مثلا برغلط همین لفظا را گفته است، اما اجازت است. اصل در طهارت فرقی ندارد. طهارت، نماز، زکات، هر عبادتی که باشد نیت قلبی است، نیت داخلی. شرط نیست که ما بگیم که نیت کردم بگذارم 4 رکعت نماز پیشین، یا اینکه بعضی‌ها نیت میکنن نیت کردم بگذارم ساقط سازم 4 رکعت فرض پیشین رو به جای 2 رکعت فرض جمعه روی آوردم به قبله. امام قرائت شروع کرده است، این حالی هم نیت کرده است. شرط نیست. اصل نیت قلبی است که من نماز میخونم، من رکوع و سجده میکنم، برای کی میکنم؟ چه چیزا در نظر دارم؟ خالصا لله تعالی. الله اکبر. خالصا لله تعالی چی معنی دارد؟ یعنی که خدایا همین نماز من میخونیم فرض جمعه است، خاص از برای تو میخونم، برای یگان کسی دیگر نه. خاص از برای تو خم راست میشوم، برای کسی دیگر نه. نیت همین معنی را در بر میگیرد. پول زکات هم میدهی، نیت قلبی شرط است. شرط نیست که بگوی زکات مال مرا بگی خدایا این پول خود من جدا کردم، خاص از برای تو جدا کردم، به خاطر تو این کم بغل کمک کردم که در روزهای سختی تو به من کمک دهی. نیت همین را در بر میگیرد. یک مضمون بسیار چقر دارد، بنابراین در عبادت فرضش شارع او را گرداند. اگه لفظاً گفتن این با خوب است، لیکن مثلا کسی باشد که به لفظ خطا گفت، به جای فرض جمعه به زبانش پیشین جاری شد، به جای فرض عصر به زبانش بامداد جاری شد، باکی ندارد. چرا که اصل نیت قلبی هست. بنابراین نیت این برادر خوجندی ما هم درست است. خداوند
علمش بازم زاید بگرداند و صف این برادرای مسلمان در جامعه ما، برادرای عملی را بازم بیشتر گرداند. آیات اولی سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم می باشد. برای چی اولی آیت فاتحه رو در نماز پست می خونیم؟ چنانه که همین برادر اسلامی گفته است، یک قول هست که همین سوره فاتحه، همین بسم الله الرحمن الرحیم آیه اولی سوره فاتحه است. خصوصا همین قرآنای چاپی سعودی که بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول می نویسن، الحمدلله رب العالمین آیه دوم. خب این مسئله اختلافی است برادران. خب این یک قول است که میگم بسم الله الرحمن الرحیم آیه اولی سوره فاتحه است. یک قول دیگر هست که بسم الله الرحمن الرحیم حتی گفتن که اولی آیه همه سوره های قرآنی است. آیه اولی سوره ناس است، آیه اولی سوره فلق است. یک قول دیگر هست که بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآنی به علاهیدگی نیست. این قول هم هست. مثلا در سوره نمل بسم الله الرحمن الرحیم آمده است، اما یک آیه علاهیده نیست. نامه ای که حضرت سلیمان به اون ملکه صنعا نوشتگی بود، دعوتی به سوی اسلامش کرد. بسم الله الرحمن الرحیم هست، یک آیه علاهیده نیست. و این نهو بسم الله الرحمن الرحیم همین خیلی آمده است، با پرگی خودش یک آیه را تشکیل نمی کند. بنابراین بعضی ها گفتن که این از قرآن نیست، علاهیده از قرآن نیست. اما قول بهتر همین است. امام محمد شیبانی شاگرد امام اعظم گفته است و ما حنفی ها همین قول قبول کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآنی است به علاهیدگی، لیکن از هیچ سوره قرآنی نیست، به علاهیدگی خودش نازل شده است. این از سوره فاتحه نیست. معلوم است که سوره فاتحه 7 آیه هست. خداوند سبع مثانیش گفته است، 7 آیتش گفته است، لیکن همون آیه آخری که اندک طول دارد همون ما حنفی ها 2 آیت قبول کردگی هستیم. اما بسم الله از سوره فاتحه نیست. دلیلش عمل کردی پیغمبر خدا. چنانه که این برادر گفته است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز شروع میکرد بسم الله میگفت البته، لیکن به آواز پست میگفت و الحمد به آواز بلند میخوان. همین دلیل است که بسم الله الرحمن الرحیم آیه اولی سوره فاتحه نیست. انس ابن مالک صحابی پیغمبر خدا، خادم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکند که ان النبی صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمین. رواه الشیخین، بخاری مسلم روایت کردند. انس گفتند که پیغمبر خدا را از پسش نماز خواندم، ابوبکر و عمر را از پسشون نماز خواندم. می دیدیم که پیغمبر خدا به همون الحمدلله رب العالمین نماز شروع میکرد، یعنی که بسم الله با آواز بلند نمی گفت. اگر هم می گفت بعضی حالتایی هست که پیغمبر خدا بسم الله با آواز گفتگی هست. سبحانک اللهم هم حالت شدگی است که بلند خوندگی از پیغمبر خدا. این برای تعلیم بود، لیکن عادتا همه حضرت الحمدلله با آواز بلند میخوند و اعوذ بالله و بسم الله با آواز پست بود. چرا که این آیه اولی سوره فاتحه نیست. خوب، به طرز بسیار مختصر همین سوالایی که همراه خود آورده بودم برای شما پاسخ گفتیم. انشاءالله باز بعضی از مسئله های هستند، بعضی از سوالاتی هستند که بیرون از مسجد هم به بنده میدهند، که مثلا حضرت داملا خوب بعضی قول ها هست که سال 2012 یک زمان همین سوالا زیاد شدن. سال 2012 20 چندم دکبر دنیا به آخر می رسیده است. آیا همین قول درست است یا نه؟ یک زمانی همین تلویزیون روسیه و به طریق همین روزنامه ها همین سوال بسیار می دادن. این از کجا سرچشمه می گیرد؟ قبیله های هندوهای قدیمه که در امریکا زندگی می کردن، همینا به خودشون یک
چی داشتن؟ تقویم داشتیان. همین تقویم اینها تا همین سال 2012 به اتمام میرسیده است. بنابراین همین آوازه را پیدا کردن مردم هنگامجو، مردم فتنه‌گر که سال 2012 دنیا به آخر میرسیده است. بعضی حتی در بعضی از روزنامه ها خواندم که بعضی ها طعنه میزدن که داملاها ما را از آمدن قیامت بیزار کردگی بدن. حتی در یک روزنامه خواندیم یک از سوال داده است که این داملاها نماینده های دین روحانی ما را دیوانه کردگی بدن که قیامت می شود. این علم امروزه اثبات کرده است که 2012 در قیامت می شده است. حاضر داملاها را می پرسیم این کار میکنن. چرا این خیل میکنن؟ که داملا قیامت آمدنی هست. در آمدن قیامت یگان شک شبهه نیست. اما شما از کجا این سخن گرفته که سال 2012 قیامت قایم می شده است؟ کدام علم ثابت کرده است؟ اما تقویمی که هندوهایی که در عصر سنگی زندگی میکردن همونو نوشتن، همون تقویم از همون تقویم شما فهمیده؟ واقع شدن قیامت غیر از خداوند یگان کسی نمیدوند. برادرای عزیز، علم قیامت در پیشگاه خدا هست. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از این علم خبر نداشت. حتی حضرت جبرائیل امین از این علم خبر ندارد. هر وقتی که خدا خواهد قیامت برپا میکند. لیکن از این مثلا صحبت‌های بی منفعت کشیدن بهترش این است که بنده آمادگی قیامت بیند. آمادگی قیامت دیدن در کار. ما شما را از قیامت، بعضی ها شکایت میکنن داملا ما را از قیامت میترسونن. واقعی در قیامت آمادگی بین. اگر از به قیامت باور نداشته باشی مرگ حق است که در پیش بینی خودت مرگ است. همین مرگ هم یک نوع قیامت است. مادامی که تو خودت در همین دنیا اصلاح نکردی، مادامی که تو از خدا نترسیدی، به قیامت باور نکردی، بدان و آگاه باش که مرگ دامنگیری تو میشود. البته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مقدار یک ذره نیکی کردگی باشی میبینی. و من یعمل مثقال ذره شر یره، مقدار یک ذره بدی کردگی باشی میبینی. از این یگان کس گریزی ندارد. این جهان کوه است و فعل ایمانی دا. او کسایی که کارهای نامعقول زیشت میکنن بدانن این جهان کوه هست و فعل ایمانی دا. سوی ما آید نداها را صدا. البته که به مکافات عملهاشون میرسن، به جزای اعمالشون میرسن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و فهم و ذهنی برادرمون داملا ابراهیم بازم بیشتر و زاییتر گرداند و در زندگیش در تعلیمش برکات براش عطا کند. واقعا عجیب یک حال است. شخصایی که به گرسکاب باور میکنن، به طالع بینی و به فالبینا باور میکنن، در وقوع قیامت، در آمدن قیامت شک شبهه دارن. اگر شک شبهه نمی داشتن مگر میتونستن که نماز نخوانن؟ اگر شک شبهه نداشته باشند مگر میتوانند که روزه ماه شریف رمضان نگیرند، روزه را خرند؟ بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز به این سفسطه ها باور نکنید. غیر از خداوند کسی وقوع قیامت نمیداند. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان سوال میکردند که تو مادام که راستگو هستی و یقولون متى هذا الوعد، خداوند در قرآن اخبارا میگوید که مشرکان ادعا میکنن که کی ساعتی وعده قیامت سر میشود، کی قیامت قایم میشود. این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید، اگر شما محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده خدا هستید. در جواب خداوند متعال به پیامبر خیش تلقین کرد، امر کرد قل انما العلم عند الله، بگو جزی نیست که علم در نزد پروردگار است. علم وقوع قیامت فقط در نزد خدا است. هر کسی اگر از پیش خود دعوا کند که من قیامت میدانم، نعوذ بالله، یا من غیبیات رو میدانم، از اسلام خارج می شود، از چهارچوبه ایمان خارج می شود. زیرا در قرآن در ده ها موضع ها خداوند صراحتا میگوید ولا یعلم الغیب الا الله، علم غیب را نمیداند مگر الله سبحانه و تعالی.
علم غیبی کس نمیداند بجز پروردگار. هر کسی گوید که میدانم از او باور مدار. مصطفی هرگز نگفتی تا نگفتی جبرئیل، جبرئیل هرگز نگفتی تا نگفتی کردگار. من انشالله یقین دارم که چجای نماز گزارای مسجد ما که الحمدلله اکثرش عالم و متعلم هستند، در هیچ یک نمازگزار، هیچ شخصی که ایمانی به خدا دارد به این غیب گویی های بعضی مردم بی فراست جو که جای آن که به علم مشغول شوند، به تعلیم مشغول شوند، هرزگویی میکنند و به هرزه بافی مشغول هستند، هیچ وقت باور ندارند. در حق یک عیده برادران دعا میکنیم، زیرا وقتی از آن هم نزدیک شده ایستاده است. ما گفتیم که از آن نه فقط در روز جمعه بلکه در تمام روزها ساعت 10 کم یک گفته می شود. از این خاطر بعضی برادران دعا طلب بدیم، در حقشان دعا میکنیم انشالله، بعد نماز شروع میکنیم. در حق برادر ما نصرت الله که برادر حاجی عبادالله هست و بیمار است، بیماریش بسیار شدت گرفت، از دعا میکنیم خداوند برای شفای کامل عاجل عطا فرماید. در حق قاری عبدالخالق برادرمون که چند مدت شد در بیمارخانه بستری است، دعا میکنیم پروردگارش براش یک شفای کامل و عاجل عنایت فرماید و سایش از سر فرزنداش قطع نگرداند. در حق برادرمون داملا محمد الله دعا میکنیم که خداوند ذوالجلال جمیع مشکلات چه سهل و آسان گرداند. برادرمون رحیم جان طفل شد، جراحی کرده بودیم، دعا میکنیم که پروردگار این طفلک در پناه حفظ خویش محفوظ داشته و پدر و مادرش غمگین و مایوس و ناامید نگرداند. در حق برادر حاجی سفر دعا میکنیم خداوند سعادت دارین نصیب و روزش گرداند. در حق برادرانمون حاجی شمسدین، در حق حکیم جان برادر و تمام برادرای محیب در هر وظیفه و هر منصبی که کار نکنند، دعا میکنیم که خداوند در کسب و کارشون برکت عطا کند و جمیع بلا و آفات رو از ایشان دور گرداند. یک برادر گفته است که من یک چند مدت است از یک ناحیه دور با ادای نماز جمعه به مسجد شما می آیم، 200 کیلومتر مسافه می اومد است برادر. خب برای من کمتر شرایط سست شده است، خانه ام را به سودا ماندم، التماس دعا کنید خانه من به سودا رود تا در شهر خانه گیرم و در مسجد همیشه با شما نماز ادا کنم. خداوند جمیع مراد و مقصودات حاصل گردانه و خداوند از خانه پیشینه برات خانه بهتر و خوبتر عطا فرماید، مادام که میل رغبتت به خاطر شنیدن امر به معروف تا حدی هست که تو خانه خودت فروخته و به شهر کوچیده اومدنی هستی و جمیع مراد و مقصود برادرای محیب برآورده گرداند. آمین. التماس همین خطاتون بسیار درازی بد ننویسی بشو و بعضی خطا را تنبه خونی که علاقه وقت خودش تمام می شود. خب یک برادر گفته است پسر دارم با نام محمد، گپ زدن برایش مشکل است، دعای دست جمعی کند که خداوند زبانش رو گویا و گرداند و قاری قرآن شود. خداوند فرزند به نامش سزاوار بزرگ سازد، عالم با عمل قاری قرآن و پروردگار زبانش گویا سازد و جمیع مراد و مقصود بنده های مؤمن برآورده گرداند. آمین. یک برادر میگه ما دو برادر هستیم، برای تحصیل علم دنیوی به جمهوری اسلامی ایران سفر داریم، در حق من دعا کنید. دعا میکنیم که خداوند صاحب علم نافع شما را گرداند و خداوند شما را محافظت کند، ایماناتون که همو اعتقاد و ایمانی که دارید و همو پیروی که به مذهب پاکی امام اعظم ابو حنیفه دارید هرگز فراموش نکنید، حنیفه وار سفر کنید، حنیفه وار بازگشت داشته باشید. خب یک گروه مخلصای ما بودیم عزم سفر داشتیم به خاطر تحصیل علوم دنیوی،
گفتند به خارج سفر داریم، در حق من دعا کنید. دعا میکنیم که خداوند جمعی مشکلاتشون آسان گرداند. خاصتا برادرم دوران جان که در امریکا شاگرد است، به تحصیل علم مشغول است، الحال آمده است در استراحت، هنگامی استراحت تعطیل و عزم سفر دارد. دعا میکنیم که خداوند سفرش به خطر گرداند و پروردگار صاحب علم نافع، علم منفعتناک برای این سرزمین، این جمهوری و برای این مردم براش عطا نماید. آمین. خب یک برادر گفته است که در حق پدر و بابا و مامای من دعا کنید جای آنها جنت شود. فقط پدر و بابا و مامای تو؟ در حق تمام پدرها و باباها و ماماها مسلمان ها دعا میکنیم که خداوند جاشون از جنت که به خاطر ایمانشو و در کسب کاری این برادر برکات عطا فرما. طلب زنی صالحه کرد از خداوند براش یک زنی صالحه و از دامانش فرزندای صالح به دنیا بیار و جمیع مراد مقصود بنده های مؤمنه، خاصتا و برادرای را که به خاطر شنیدن امر به معروف و نهی از منکر از گوشه و اطراف و اکناف به مسجد ما میآیند برآورده گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین.